حالا اسم کوه قاف به گوشتون خورده؟ کوه قاف مکانی که در ادبیات فارسی از اون زیاد نام برده شده و حتی سیمرغ افسانه‌ای هم در اونجا زندگی میکنه. اما واقعاً کوه قاف وجود داره و اینکه کجاست؟ در ادامه میخوایم ببینیم که کوه قاف اصلاً چیه و کجا قرار داره. پس یادتون نره ابتدا از همه کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. توی بسیاری از متون قدیمی گفته شده که کوه قاف کوهیه که کناره‌های آسمون بر اون نهاده شده و سرمنشأ پیدایش کوههای دیگه است. میگفتن ارتفاع قاف 500 فرسنگ و بیشتر اون در میان آبه و مثل یه میخ نگهدارنده زمینه، وگرنه زمین لرزان خواهد بود. یکی از مواردی که در مورد نشونه‌های کوه قاف ذکر شده رنگ سبز اونه. جنس این کوه از زمرد یا یاقوت سبزه که رنگ آسمون در واقع انعکاسی از اونه، وگرنه از عاج سفیدتره. بنابراین اون رو کوه اخضر میگن. تا حالا ضرب‌المثل پشت کوه قاف به گوشتون خورده؟ طبق عقیده انسان‌های باستان در قاف انسانی زندگی نمی‌کنه، اما تو کوه‌های اون 2 شهر وجود داره. کسی نمیدونه اون طرف قاف چیه. برخی میگفتن منزل فرشته‌ها و اجنه است و بعضیا اونم سرزمینای از طلا و نقره و مشک تصور می‌کردن. بعضی میگفتن خورشید پشت اونه و توی یه چاه غروب میکنه. جالبه بدونید که وقتی اسکندر از سمت مصر به سمت شرق میرفت، قصد رسیدن به کوه قاف و رسیدن به آب حیات رو داشته که در افغانستان میمیره و به اونجا نمیرسه. پس ظاهرا چیزی که مشخصه کوه قاف در سمت شرق زمین قرار داشته. عده‌ای هم به ویژه زرتشتی‌ها اون رو همون کوه البرز و جایگاه ایزدمهر میشمردن. پژوهشگرا نام و جایگاه کوه قفقاز رو در واقع الهام بخش از این افسانه کوه قاف میدونن. بسیاری از زمین تحقیرها اعتقاد دارن که در واقع چیزی که باعث شده که آبهای داخل کره زمین از جو خارج نشه در واقع همون کوه قافه که سر تا سر کره زمین رو در بر گرفته. در واقع کوه قاف کل کره زمین رو محصور کرده. طبق سخنانی که از سلمان فارسی موجوده، ایشون ادعا کرده که شبی رو با حضرت علی به مکانی رفته که در اونجا حضرت ذوالقرنین سد یأجوج و مأجوج رو بنا کرد. سلمان در سخنان خودش بیان میکنه که وقتی به اونجا رسیدیم کوهی رو دیدم که از جنس زمرد و سبز رنگ بود. از حضرت علی پرسیدم که این کوه نامش چیست؟ حضرت علی در جواب گفت این در واقع همان قاف است که فرشته‌ای از آن نگهبانی میکنه. پس در اینجا 2 کاندیدای اصلی برای اینکه کوه قاف باشن وجود دارن. مورد اول البرز و مورد دوم هم کوههای قفقاز. از نظر خیلی ها هم به ویژه زمین تحقیرها در واقع این کوه قاف همون گنبد آسمان هست که در قرآن ذکر شده. اما بیشترین موردی که در اون از کوه قاف نام برده شده ادبیات فارسیه و طبق ادبیات فارسی محل کوه قاف در واقع همون البرزه. پس در اینجا 3 مورد وجود داره: کوه قاف یا در قفقازه یا البرز و یا اینکه دور تا دور زمین رو به صورت گنبد آسمان فرا گرفته. این هم از پایان این ویدیو. اگه از این کلیپ خوشتون اومد و براتون مفید بود و یا اینکه برای اولین بار هست که وارد کانال ما شدید، میتونید با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.